ساعت 8 صبح داریم میریم آرنهم یه ذره خرید عید بکنیم. آرنهم خیلی جای قشنگی نیستش ولی چون داریم دیگه واسه خرید میریم اونجا هم احتمالاً میگردیم. من دیروز رفته بودم بازدید خونه و هوا خیلی سرد. احساس میکنم امروز بهتره که یکم اینجوری برم بیرون. Let's go. یادم دست بزنیم بره. چرا گفتی قشنگ الان یه دونه منظره که توی تک تک جاهای هلند پیدا میشه رو دیدی. حالا چون آفتاب اومده لذت بخش. خیلی قشنگه بعد نیست بدبخت. فقط خراب بکن. اگه میخوای ما عکسمون رو هم بزنیم. راست دیگه داشت. منشن میکنم ولی الان بعد اگه بمیره کی میخواد جمعش کنه؟ من که نمیتونم باید جیغ بزنم. کسی نگرفته سامان رو سبزش میزی یه میزش بگو 60 دیگه 60 تا میزش صندلی بخوای بگیری الان 2 ساعت از عید میگذره و ما دانشگاه جشن داشتیم به خاطر عید، ولی احساس کردم که دوست دارم بیشتر در حال زندگی کنم و در همین زیاد فیلمی نگرفتم که بخوام توی ولاگ بذارم. ولی میدونم که الان 2 ساعت از عید گذشته. برگشتم یکم استراحت کردم. واسه ما عید 10 صبح بود. اول میخواستم برم درس بخونم چون متاسفانه امتحان داریم، ولی الان اینجوری شدم که یکم استراحت کنم بعد درس بخونم. فکر کنم خونه گرفتم، مطمئن نیستم. یعنی لندلورده اصلا خیلی معلوم نیستش که میخواد نمیخواد داره چیکار میکنه با خودش، ولی فکر کنم خونه گرفتم. دوستم برم یه جایی که قرار باشه طولانی بمونم، درستش بکنم، چیز بخرم، بس کنم، یکم حس خونه بهم بده. و اینکه ما پایان ترممون هر 2 ماه یه باره و الان باید این امتحان رو بدم و نباید بیفتم به هیچ عنوان. یکی از درسامون سخته و زیاده، همونی هم هستش که من زیاد خوب نیستم توش، چون که من اقتصاد نخوندم، من مهندسی خوندم و انگار بیشتر اقتصاده. همین فعلا. امیدوارم که سال جدید براتون یه سال خیلی خیلی خوب باشه. امیدوارم که بتونین از پس مشکلایی که دارین به راحتی بر بیاین، چیزایی که دوست دارین براتون اتفاق بیفته. سال 1403 که سخت‌ترین سالهای زندگی من بود، ولی خیلی هم اتفاق خوب در کنارش افتاد. یعنی هم خیلی اتفاق بد بر من افتاد، هم خیلی اتفاقای خوب بر من افتاد. من مثبت در نظرش میگیرم به خاطر اینکه 2 تا از بزرگترین آرزوام اتفاق افتاد واسم. منم خیلی گریه کردم. یعنی تو کل زندگیم اونقدری که من سال 1403 گریه کردم گریه نکردم. درباره این موضوعات شک ندارم. قشنگ سال اولین ها بود برای من. اولین بار بود که کارمو توی گالری نشون میدادم. اولین بار بود که مصاحبه با جاهای بین‌المللی رو داشتم. اولین بار بود که جایزه میگرفتم و اولین بار بود که روم شد اسم خودم بذارم هنرمند. همیشه من مقاومت میکردم، اینجوری بودم که نه، من هنرمند نیستم. هنوز اونقدر خوب نیستم که به خودم بگم هنرمند. ولی امسال دیگه روم شد و امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشین. امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشین و حسابی مراقب خودتون باشین. سال نو مبارک.